سلام دوستان، من تیم اکتیو هستم یا همون اسم اصلیم تاهاست. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید که حالا ویدیو زیاد نمیذارم تو کانال، این هم اولین ویدیو من. اینو بچه ها تو کامنت ها گفته بودن شلاقی بذار، من الان میخوام شلاقی بذارم. خب این شلاقی اصلی رو زیاد بلد نیستم چون گوشیم G7 همون G7 که سیستمم خیلی پایینه، خیلی کالاف هم نمیدونم چجوری باز میکنه، ولی حالا هیچ دیگه همینطوره بازی میکنیم با گم و گسته. حالا ولش، بچه ایرانیم دیگه، چی نمیشه کنه. حالا این ویدیو شلاقی 70%. حالا هر نایفی خودم نتونستم حرف بزنم، اینو هر نایفی بخوای میتونی بذاری اینجا، هر نایفی بخوای، حالت هر نایفی بخواد میتونی بذاری. حالا من پیشنهادم اینه بوکسو برداری، چون با این خیلی راحت تر، خیلی راحت تر، با این راحت تره که شلاقی رو بکنی یه ناموسن. حالا ولش، بریم سراغ ویدیومون که آموزش شلاقی رو بزنم. زیادم حرف نزدم چون این اولین ویدیوم بود، واسه همین حرف زدم. بریم. خب این شلاقی ناموسن خیلی راحته، خیلی راحته. حالا جامپو میزنی وقتی پاش داره جمع میشه، اینطوری جمع شد چیه اون دکمه رو گلوله میزنی، بعد گانتو سویچ میکنی، بر میداره. میخواد از سرش بیاره نایفشو اینور، زود اون دکمه سویچ گانتو میزنی، گانت سویچ شه. خب این هم خیلی راحت، واقعا ناموسا خیلی راحت زدن این. حالا 70% دیگه، 100%ش کلا دیگه نمیبره پشت سرش دستشو، کلا اینطوری میکنه. ولی این 70%، حالا این اما سیستممون خیلی جنده، نمیکشه ناموسن. حالا آجی اون پینگو نگاه، پشت تو رو خدا اون پینگو نگاه. بابا ما چه غلطی کردیم امروز اومدیم ویدیو ساختیم. حالا ولش. دوستان تو رو خدا یه لایکی، یه کامنتی، یه سابی بکنی، ما نه جاتو میگیریم نه چیزی، هیچ نه مزاحمتون میشیم، به خیرت دیگه. حاجی پینگو نگاه ناموسن. حالا ممنونم از لایک و کامنت ترچی. لایکم میکردی، لایکم نکردی، فدا سرت، عشق مایی. فقط همین کافیه که زدی تو ویدیو، زدی رو لینک ویدیو ما رو نگاه کردی، خیلی زیاد. عشق مایی همه برای بچه ایران. خب تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.